برای ایمان آوردن اول باید شک کنی. کلا قدم اول ایمان شک کردنه. ما انسان‌ها عقل و قدرت تفکر داریم. پس قبل از هر ایمان آوردنی اول باید بهش فکر کنیم ببینیم این چیز واقعا درسته یا نه. بذارید مثال بزنم. من کوروش بزرگ خیلی دوست دارم. اگر بخوام اون الگوی خودم قرار بدم باید علاوه بر کتابایی که طرفدارای کوروش نوشتن، کتابای یونانی که درباره کوروش نوشتن و حتی کتابایی که دشمناش نوشتن مطالعه کنم. اینجوری میتونم یه تصویر کامل ازش تو ذهنم داشته باشم و ببینم واقعا آدم بزرگ و نیکی بوده یا نه. اصلا فردی بوده که من الگوی خودم قرار بدم یا اصلا این شخص توی تاریخ وجود داشته یا نه فقط توسط یه سری تاریخ نسل به نسل گشته رسیده به ما. تاریخ یا نه داستان، اینا خیلی مهمن. و کوروش فقط این مثال بود که بهتر درک کنی، چون هممون میدونیم که کوروش یه فرد ثبت شده تو تاریخ و شخصیتش همه میدونن. ایمان آوردن به هر چیزی و هر کسی اگر بدون پرسش و بدون شک کردن باشه توی یه چارچوب گیر میکنی و بعد از مدتی اسیر میشی و جرأت اینو نداری که شک کنی. جرأت شک کردن رو از دست میدی و سفت و سخت پای اون چیزی که ایمان داری وای میستی و تعصبت زیاد میشه. و مشکلی نیست که تو زندگی قراره روی یه چیز اشتباه تعصب داشته باشی و ایمان داشته باشی. مشکل اینه که تو اینو به نسل‌های بعد انتقال میدی و حتی باعث آزار اطرافیانت میشی. یادت باشه ایمان زمانی معنا میگیره که فرق حقیقت و واقعیت رو بدونی و این تویی که در آخر تصمیم میگیری با حقیقت ایمان بیاری یا با چیزی که به ظاهر واقعیته. امیدوارم خوب متوجه شده باشی که قبل از اینکه روی هر کسی، هر چیزی، هر فردی، هر کتابی، هر داستانی و هر دینی که همش باز مرتبط میشه به دین، روی هر دینی قبل از اینکه تحقیق کامل رو انجام ندادی تعصب پیدا نکنی.